بیش از 10 جسد قربانی صدمه شام 6 اوگوست در کلاب را به سردخانه انتقال داده اند. یک ماشین باربر هنگام حرکت از سمت ناحیه شمس‌الدین شاهین در نزد بازار سامانی چند ماشین را پخش کرده دو خانه استقامتی را تخریب کرده است. مقامات ساحه تندرستی در صحبت با رادیو آزادی گفتند که احتمال شماره قربانیان بیشتر است و هنوز همه زخمیان و فوتیدگان از داخل ماشین و منزل‌های تخریب شده بیرون کرده نشده است. با گفته شاهدان ماشین بارکش از نشابی سمت ناحیه شمس‌الدین شاهین با سرعت بلند پایان شده است و به سمت مقابل راه حرکت کرده چندین ماشین را پخش کرده است. تا بازار سامانی شهر کلاب ماشین‌های بارکش تقریباً 20 کیلومتر از ناحیه شمس‌الدین شاهین سرنشین می‌آیند. در گذشته حادثه‌های شبیه این را مقامات از کار باز ماندن ترمزی ماشین‌ها بر اثر بی‌تنفس پایان شدن گفته بودند. هنوز سبب این حادثه معلوم نیست. در جای حادثه بیش از 5 ماشین یاری تجلی حاضر شده است و 10 نفر به کمک آسیب دیدگان شتافته اند. ماه مارس امسال نیز در این محله یک ماشین بارکش به صدمه دچار شده بود. در پی آن راننده ماشین و 2 راهگذر به هلاکت رسیده بودند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب.